هستند. خوب سلامتیت خوبه. صورتت کمتر به فکرم شناسه اینه که معده و قناه شناختم. با فکرم حد ندارم. بهترین. خداوند همه را نگهبان باشه. یک کلیپ از این در بازی منو ساز خوبه. میدونی چی، من هم یک چی گفتنی بدم در همین موضوع. انا یک خواهرک است یا برادر بود نمیدونم از SMS شو یا بسیار یک سخنی انا من همین چیز پیشنهاد کردنی بدم تا لباسات ساز میپوشه علیش نکن مدینه. در حقیقت مدینه دولت همیشه لباسای ملی تاجیک خمون میپوشه. به خدا قسم میخورم یک بار من این نفر از پشیدگیم خیر روز که تماشا میکردم در همه سامانه ها در همه دیسک ها من پیشنهاد کردنی بودم که مدینه چقدر لباس ملی خوب داره، خوب میپوشه و از زیبندهش برایش. و همین پیشنهاد کردنی بودم، یارز گفتنی بودم که مدینه گفتم بابا یکی خفه نشه و مقصد در دیگه جا لباس اروپایی هم پوشیدگی باشه. نه میرم میکنم. خب من برم در این دوستی خوشم زنده باشی، سلامت باشی فرزانه جان، بهترینی ما. خوب این کس نیستند یک لحظه من فکر کنم میرفروز چی شد که دیو نشید برنامه تونده. اکای محمد جان یک برنامه بود راستی من میرفروز نیمازوده رو دعوت کردم در یک مسئله صحبت کردم، صحبت ما خوب بود. راستی یک چند سال پیشنهاد کردم یک چند سال پیشنهاد کردم عصبی شد در برنامه همراه ما جنگ کرد و این ماه شریف رمضان که ماهی بزرگ است، ماهی بخشایندگی است، ما هر دو یکدیگر رو بخشیدیم، با برنامه ها را با همراهی یکدیگر پیشنهاد کرده استیم. خب دلیل مدینه تبریک میگم بزاد دوستان. رحمت کدلی بخش کبین گفتم نه با هزار. خب رحمت کس فرزانه جان ما هم تبریک میکنن، یکی از بهترین برنده های تلویزیونی بهارستان است. خب بعضا بسیار SMS آمد که مدینه دولت و ایکو جان مدینه دولت و از شهر بختارن روز که بخواید به خاطر که ماه شریف رمضان است، به خاطر کرانتین است، زود مدینه به دوشنبه هم می آمد. بعد مدینه یک سوال دیگه جواب میتین. راستی میخوام که ترای پیش بینم کدید مسئولیت کن نشدی توی امی 4 سوال. بله چی بم عبدالرحمن زوده جامعه نیستن که قهر نکنه بسیار گپ میزنه. خی راستی گپ اکما ژورنالیست ها همی سیر گپ میکنه بسیار. ژورنالیست همیشه باید پرگپ باشه، سرگپ باشه. ما متن بسیار میگفتم آخرش به مثلا رسیم بچه خیلی باش همه من هستن که مدینه دولت چگونه ما بسیار ای پیشی بینیم. مرحمت اینا سامانه اجتماعیش مدینه دولت و باوری دارم که به همه شما به همه پاسخاتون به همه سوالهایتان پاسخ میگرداند. و بابای میگن هم سلام گرمی جوشم.
بازم سلامی همه ما و شما به یکدیگر دوستان عزیز. گپ نیست اپای مدینه رحمت رحمت شما را خداوند نگهدار. خب اپای دوستان هستند که هر کس هم گپ نمیدونم برادر. سلامت باشین. تشکر. یک نفر دیگر نیست است که در حقیقت مدینه بهترین دختر است در این ماه شریف رمضان، حتی ببین که خودش را نشان نمیدهد. یه هم پیشنهاد خوب است دوستان عزیز. رحمت دکای فضل زده جاویدان اپای مدینه کم پرمای فیلمی نه. باور کن مجبوری من همین مدینه را در سایت خودم در آوردم. راست من خیلی افیر نکردم. شما را دیدم دیگه. تون کم تر گپ زنه. اگه در این کرانتین در پرمای فیلو نبینیم یک دیگر را. زنده باشی اپای مدینه. من یک ایرانی هم بهترین. همه که به همین برادر جواب دیم. تو با یگان معلمه یا رقاصه سراینده ای تو؟ کدامش در کویت برادر؟ اگر رقاص نباشی بیا رقص یادت بتیم. اگر بسواد باشی بیا درست میتیم. اگر میکروفون گیری فراته بخشش زیاده میه ما چور نکنیم که چطور تو این درجه را به خدای خیلی مرده که شما حیران میشم برادر رو باور کنید. اگه همه شما نه بعضن بین 91 نفر یا 3-4 تاش چه صحبت های چه سخنهای خوب کس نیستن. آخر دوستان عزیز حاضر نیستن که ما چه با مدینه دولت و الهیده صحبت کنیم. این حاضر در ما هست. الان بالا تگ پرمای افیر ده هست که همونجا را بینیم نامی هر دمونه بجقین بالای مدینه دولت و مدرویا подписаться کنید. SMS سوان کنید حتما جواب میتید دادن. خب اکای امید نیستن امرغ سلامت باشی برادر. بهترین سخن قبول میکنیم. هزار رحمت. تنها ما با همون نفرایی که مقصد سخنهای بد می نویسند برایشون جواب فقط میگوییم که الحمدلله ما مسلمانیم و روزه داریم. بعد سوالی بعضن که حقارت یا سخنهای بد می نویسند جواب ما برای شما دیگه یگام سخنی دیگر نداریم. راست با فرهنگ بودن دختر ترجیح رو معلوم کرد. بله در حقیقت مدینه رو من هم به مثل شما مخلصم. نه اینکه من ژورنالیستم گفته مختم کیم که میگم من به خدا قسم مخلص انا همین مدینه دولت رو هستم. مخلص صداش، لباس پوشش، سروداش. ولی اگه همه سروداش از گوش نکنه که همین یک سرود بسیار زیاد رفتگیم. رحمت جان خوب کپتن مدینه سازی چانل کنه. سلامت باشین. به همه شما رسیگت سوالای خوب نوشتن. تشکر. خداوند نگهبانی همه شما هم باشد دوستانی عزیز. چه خیلی براتشکا چه رحمت براتن مخلص مدینه هم. خوب در حقیقت شما مخلص مدینه ببینید که پادپیسکای من هم در اومدن حتی همشون فقط مدینه میگن. یک کس نمیگن که اکای اهل دین سوزی. من هم طرفداری همه شما دوستانی عزیز. ساناز آخی اکا گوین در برنامه تان میرفت روز چی بجان کرد؟ رستیگه با که من یک ژورنالیست خیره سوالای بیزه بش دادم. اکا خوش اومدی.
بسیار نفران نویسیدن که اپای مدینه اکچور مصرع خونه که دوستانی عزیز شب است راستی گپ مدینه شاید در یک خانه هست که همگان فکر میکنن در برش خوان حتما محولی یکم روزانه برای شما مدینه رو پرمای افیر قبول میکنم مقصد پیشنهادش میکنم که پرمای افیر بیاین حتما 4 مصرع نه 1000 مصرع برای شما میخونه که بازی بخشش که شب است شاید در خانه که همه چقدر نیست شبی نمیشود دوستانی عزیز. اکای ژورنالیست یک سوال مرحمت برادر عزیز اپای مدینه کم پرمای افیر کن مدینه این سوالی بسیار نفرا کم افیر کن نخی خودت گپ نیست دیگه اجازه میکنم اکا شما چیکاره این ما بیکار دوستی عزیز کم ژورنالیستی میکنم میرزا سلامت باشی رحمت کلام چی با دیر پرمای افیر میکنه نمیدون مکینه روبروت تون هست سوالش تین اکا اهل دین نماز نمیخونه الحمدلله ما مردم مسلمان هم چی با نمیخونیم روزه را به نماز میشوه گرفته برادران همونی که همی برادرها وای میکنن سوالای خوب میتیم باور کنید بسیار میفارمونه که هم خیلی پرمای افیر وقتی میگوین به حسابت میرسن نه اونقدر وای میشوه نفری هستیم ببینید که چقدر سوالهای خوب صحبتی نست بازم چند نفر سلام روان کردن سلام من به همه شما دوستانی عزیز ماه شریف رمضان مبارک باشد علین جان ردنای این مدینه که مدینه دولت یکی از بهترین هنرمندان یک هنرمندی است که همیشه لباس ملی ما رو در تمام کنسرت ها در کلیپ ها پیشنهادی همه شما کرد و حتی در زندگی با لباس ملی میگردد اولین هنرمندی که لباس ملی رو علاقه نپرتافته است آیندهش نمیدونیم انشالله کجانم میگم میگن که خونه خلچم بعد سالی دوستم نمیرم خب التماس نمیگه دوستان عزیز من میدونم که چند نفر شما پاتیشکای ما همین سوال پیشنهاد کردیم من حتما یک وعده میتیم پگاه ساعت 4 مدینه دولت را در پرمای افیر دعوت میکنم برای شما میخونه خواهش میکنم من که در نصف شب من از نام مدینه میگم که نمیشوه خب یک سوال خوب مدینه یگان دانشگاه خواندگی نه راستی کم نکنم عبدالرحمن زاده جامعه نمیشه همه را کم تعریف کنی برات خوب عبدالرحمن زاده برادر عزیز خدا نگهبانت باشه حتما یگان روز من افیر میکنم شناس میشیم دوست میشیم برادر میشیم فرزند مادر میشیم از خصلت و خاطرهای تو با خبر میشیم حتما تعریفت میکنم زنده باشی هر دویتان سلامت باشین تشکر به شما اون نفرانی که عینی حال در آمدن باز هم سلامی ما به همه شما حافظ شدی نه من ژورنالیست من حافظی حواس دارم لیکن از اودش نمیبرم راستی گفت خب حتما از این پریکلیتیت میکنم مدینه خودش بخونه میگیرم چون خدا دارم خب پاسخی کسا
سلام از نعیم. یک کس نیست است که کلیپ مدینه دولت تماشا کردیم. به خدا بهترین تشکر گیم. خب این کس رستم ذکرالله بچه چه من میخوام مرا دستگیری کنین. گرم نیست هر نفری که مقصد از دست ما بیا، هر کاری که از دست ما بیا، ما برای همه شما هنرمندان در خدمت هستیم. بعضا نفری که در اینستاگرام رستگاه باز همین نفر در آمد، من نامش نمیگیرم، طول یک هفته من همیشه که اکا میگن که برنامه تا با پول میکنی. ما به خدا قسم تا حال از یگان هنرمند پول هم نگرفتم و پول پیشنهادم نکردم. برای همه زحمت کاری ما برای شما. هر نفری که میخواین که کدام هنرمند در برنامه دعوت کنم، من زنگ میزنم دعوت میکنم. من همون نفری که اوزی هسته در چندین کامنتری ها حتی ما ای اس ام اس خواندم، ما 4 اسپیسیک موندگی میشه. انا باور دارم که در پادشاهی مدینه دولت هم نفر از اوزی هست در اومد ما دیدم شه. به شکلی میگم که برادر به مثل زنکات در هر کامنتر نامی مرا نگی. تو مردکی بیا نامیروی ما در انا همون اینستاگرام ما هسته. زنگ بزن بگو اکا میخوای رنگ زنک، چون من میدونم که تو حافظی به فکرم. اکای از دین جان بخشش مبادر در آمدم نه پرالیک دامی رمضان اخدام مدینه بگذارمی دشمنایی که هستند بگذارمی سخن خوب بشنوند، عبرت بگیرند. همین آدمایی که حقارت کرده سیان ما اتویت بازم در بین یعنی 137 نفر میگم که نفرایی که حقارت کرده سیان، نفرایی که دشنام کرده سیان، میگویم که الحمدلله ما مسلمان هستیم و ما روزدار هستیم. جوابی ما برای همون نفرایی که حقارت میکنن. بگذار چند قای که حقارت کنن کردن گیرن، حالا که ما با جوابشون انا همین جواب با سوالشون انا همین جواب میگردونیم. رحمت کیفی میشته باشه رها معلومات داشته باشین. برادر عزیز ما معلومات خوبم نداریم، ولی در این هیچ جا معلوم نیست. پیشکی میگویم که تا روز 12 می در شهر دوشنبه کرم